آدم چرت و پرتگویی نیستم، ولی یه لحظه فکر بکنین خواننده های این دولت میتونن یه کاری بکنن که با خوندنشون من و تو هم خودمون رو کتک بزنیم هم گریه بکنیم. این فقط خواننده هاشونن. دیگه حساب کن دیگه، حساب کن حاجی بد مخمسه ایه. یعنی واقعا این سرنوشت من گاییدم. گوارای وجودت پسر قدیر وایسی اوقاب. آره دیگه داداش. نه این یه دونشون بود قدیم، من یه میثم اسلامی فامیل ما بود، این کنده و هم با ما عرق قدیم میخورد، بعد فرداش میرفت مدایی میکرد. الان 2 بچه دوقلو داره و دیگه هیچ کاری نمیکنه. آره اینا مدایی میکرد، بعد میبردمش به زور تهران خونه خودم، مشروب میخوردیم و اینا. حاجی 20 لیتری میذاشتیم وسط، 10 لیتر میخوردیم، 20 لیتر بالا میآوردیم خارکسته رو. آره اون موقع و من کسبازی میکردم و اینا، این زیاد اهلش نبود. آره بعد برای من مدایی میگرد، میگفتم بخون برای من، اون میخون برای من. دیدیم چه آهنگی میخون، یادم حاجی این صحبت 15-16 سال پیشه. آقا گندم بریز برام، به خدا کفترت میشم. حاجی این میخون باورت نمیشه، من میتونستم نیمچه رو بکشم در کون خودم خط بندازم، انقدر احساساتی میشدم. به این جاده سلامت قسم. آرم رویز ببین، ای شیر بچه، هی آهن فروش باشه پدرش خارکسته رویز داره برای پسرش خریده باشه شیرمرد. آقا به این موضوعی که گفتم یه بار دیگه فکر بکنین که تمام این خواننده هایی که میلیاردی در دنیا پول در میارن، چه تو ایران چه خارج، هر چقدر سواد موسیقی دور میفاسولاسی رو داشته باشی، کسی به تخمش حساب نمیکنه، کساییه. میدونی چرا؟ دوباره گفتم قدرت دست طرفه. میگه حسین. آقا من احترام میذارم به عقاید تمام مردم. خب بعد حاجی آدم خودشو میزنه، دست انسان نیست حاجی، یه شمی از وجود انسان میزنه بیرون، اصلا کسخل میشه آدم. حاجی من دیدم کتک میزنن خودشونو برادر، یارو غمه تو کلش میزنه، صدای پخی غم خایه آدم جفت میشه. همین چیزای کوچیک شما توجه بکنید میفهمین که ما در مخمسه بزرگی گیر کردیم. خانه کسیش حاجی دنبال یه دونه از اینا میگردم، عروسک خارکوسه، عاشق این ماشینم. بچه‌های سفارت عربستان اومدن. این لنگروزا تو ایران خیلی زیاده حاجی. بابا یه ماشینای تو اکسپلورر میبینم پشمام میریزه حاجی. 200 ای کوپل سفید، پشم ریزان، پیکانای باحال نو، نمیدونم لنکروز، پاترول. حاجی رضا گلزار یه پاترول، آقای رضای گلزار یه پاترول خریده بود از نمیدونم کجا، تو اکسپلور دیدم حاجی. نو پاترول 2 در حاجی. من عاشق اون ماشینم، دنده‌ای ها پاترول داشتم. آقا عکس پاترول من کسی داره بفرسته. 20 سال پیش پاترول مشکی داشتم لاستیک پهنه. جان من اگه کسی داره عکس پاترول منو بفرسته، میخوام بذارم عکسشو. آره قربانت. آره آقا علی دایی رسید سر کار دیگه، با من فعلا کاری ندارین، من برم سر کار، یه 3-4 ساعت کار مفید بکنم، ماشینم بشوره، بعدم بیام و حرکت کنیم بزنیم به سمت اونور. آره برای شما استوری میذارم دیگه الان میشه خانوادگی دیگه آشپزی و تمیزکاری و دیگه اونجا هستیم دیگه. آره الان دیگه یه 4-5 ساعت استوری نمیذارم، اون قبلی ها پاک بشه که جدیدا رو بچه ها کنیم توش. قربونت نوکرتم، خداحافظ. هر از گاه این آهنگا رو گوش کنیم بابا. تو رو قسم بهش یه شب دیگه بشم
آقا 4 لیتر مشروب بود نه 20 لیتر. 20 لیتر خارکوسه هوا آدم بخوره میمیره. من اشتباهی گفتم 20 لیتر. 4 لیتر بود. 4 لیتر. آره جوانی رو گفتم. آقا سلام، خسته نباشین، قربانه. چه خبر؟ ما دیگه داریم راه میفتیم. اومدم ماشین رو شستم، اومدم عروس بنزین بزنم، کلا قرمزی بنزین بزنم. آره این بنزین رو میزنم، این سوپر، این نیم سوپر، این معمولیه. آره آکوس $100 شد. آره بعدم هم راه میفتیم میریم چیز دیگه. اینجا آمریکا هوای امروز خیلی باحاله. امروز هوا آره ببینین. آره برم خونه ماشین رو عوض بکنم، راه بیفتم برم. من و سامی ها رو دوستم. بعد حاجی و سانی پشت سر میان. بچه هم زودتر میرن که اونجا بریم کمک بکنم بشورم. آره بنزین ریختم رو ماشین حاجی. فاکینگ شت. خدا خیالم راحت شد. هر دو شسته، بنزین پر، آماده. تمیزه. رنگیشو ببین، برق میزنه. ببینی؟ بیا یکی ببین، رینگا تمیز. حال میکنم با تمیزی. ماشینی داری که درست لامبورگینی مال منه دیگه. میدونی چرا؟ حاجی سوار نمیشه که، اصلا سوار نمیشه. آره بابا فکر نکنم یه بار بنزین زده باشه بهش اصلا، چون من خودم میزنم خودم استفاده میکنم دیگه. سامیار اومد. سامیار چطوری داشت؟ بذار تو کلید داری دیگه ها؟ بیا بالا. مواظب باش. آقا آمیرزا و آسد محمد داریم میریم به سمت شورای محل. بچه ها دارن، تهرانی ها میان زمین دیوار بکنیم. بشین دم ببریم. اینه ما داریم میریم دیگه. میرسیم اونجا 1 ساعت دیگه. سامیار میره خرید میکنه مرغ و گوشت و اینا. میخواد مرغ محلی برای ما درست کنه. منم ماهی. منم میرم با اونا کمک کنم قایق مایقا رو بشوریم.